سلام دوستان عزیزم، به کانال رادیو همصدا خوش اومدید. امروز با داستان سرگذشته که علی 28 ساله برامون از اهواز فرستاده با شما هستیم. در ضمن داستان واقعی هست و برای حفظ حریم شخصی افراد اسامی تغییر داده شدن. شما هم اگه دوست دارید سرگذشت خودتون رو اگر از طریق یوتیوب بیننده ما هستین، از طریق آدرس ایمیلی که در قسمت دسکریپشن قرار دادیم برامون بفرستید تا به اشتراک بگذاریم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب و حمایت از شما و به اشتراک گذاشتن سرگذشت و تجربیات تلخ و شیرین شما هم با ما. سپاس. عاشق رعنا بودم، شب و روز به اون فکر میکردم. همیشه تصویر چشای رنگیش، قد بلند، بدن ظریفش جلو چشام. ما عاشق هم بودیم اما نمیدونستیم که چجوری به هم برسیم. تو اهواز بین ما عربا رسمه اگه از یک طایفه دختر بگیریم باید بهشون دختر بدیم. اما مشکل اینجا بود که خواهر من برادر رعنا رو یعنی جاسم رو نمیخواست و اونا هم لج کرده بودن و میگفتن پس این ازدواج هرگز سر نمیگیره، یا به همون دختر میدین رعنا رو میگیرین یا رعنا بی رعنا. خلاصه تا بعد مشکلاتی گیر کرده بودیم. یه روز با رعنا کنار رود کارون قرار گذاشتیم و با هم دیگه کلی حرف زدیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که هفته دیگه همون ساعت همونجا قرار بذاریم و دست همو بگیریم و از این شهر فرار کنیم تا بریم یه جای دیگه ای که دور از این رسم و رسوم های مزخرف یه سربرایی برای خودمون پیدا کنیم و زندگی عاشقونمون رو شروع کنیم. اومدم خونه و یکم پول مول داشتم و برداشتم. مادرم در جریان بود. مادر من بختیاریه اما بابام عربه. خونه خالم تهران بود. مادرم پیشنهاد کرد اول بریم تهران. خونه خالم گفت با خالم صحبت کرده و همه چیز رو بهش گفته. قراره براتون همونجا نزدیکای خونه خودشون یه خونه پیدا کنه و همونجا دور از چشم برادران و عموهای رعنا زندگی کنه. هفته دیگه با رعنا سر قرار حاضر شدیم. دست هم رو گرفتیم و راهی تهران شدیم. یه هفته خونه خالم بوده. بالاخره بعد از کل دور دادن یه خونه نقله تو همون محل خودشون پیدا کردیم و یه مقدار اساس مساس خالم آورد و یه مقدارم خودمون رفتیم از 3 سال دست دوم خریدیم. به رعنا گفتم اصلا قصه نخوری و این وسایل موقتی ان، حالا میبینی که برات چه خونه زندگی درست کنم که خودت انگوش به دهن بمونی. یه 2 ماه از شروع زندگی جدیدمون با رعنا میگذشت. پسر خالم تو یه کارخونه آب معدنی کار میکرد و منم با خودش بود. صبح میرفتم و عصر میومدم. همیشه خونه رعنا منتظرم بود تا کلید مینداختم و در رو باز کنم. رعنا رو پشت در میدیدم که اون ساعتهای آخر که بیام خونه همیشه منتظرم بود. با هم دیگه میرفتیم تو آشپزخونه و چای با کیک های دستپخت رعنا خیلی دلچسب بود. خلاصه تا آخر شب با هم میگفتیم و میخندیدیم و کل هم خوش میگذشت. بعد شب هم خونه خاله خانم دعوت بودیم. تا اینکه یه روز رعنا به هم گفت حالت تهوع شدید داره و بردیمش دکتر. دکترم ازش خواست تا یه آزمایش بده و بعد از 1 ساعت که برای جوابش رفتیم دیدم دکتر با یه لبخند گفت بهتون تبریک میگم شما مادر شدین. رو به من کرد و گفت خانمتون به سلامتی حامل است. خلاصه از این خبر من و رعنا خیلی خوشحال شدیم و اومدیم خونه. اما یه هفته بعدش مادرم به هم زنگ زد و گفت عموی رعنا و برادراش جاتون رو پیدا کرده، سریع باید اونجا رو ترک کنید. همون روز که با رعنا دکتر میریم از اونجایی که همه عموها و پسر عموهای رعنا سرگرد و سرهنگن و تو نظامن، از طریق بیمه رعنا جای ما رو متوجه میشن. اما خوشبختانه مادر رعنا که از این موضوع خبردار میشه سریع به مادرم خبر میده. سر کار بودم، تازه نهار خورده بودیم و شروع به کار کرده بودیم که مادرم این خبر رو به هم داد. منم همونجا بدون اینکه چیزی با کسی بگم سر لباسامو عوض کردم و به رعنا زنگ زدم تا از خونه بیاد بیرون. چون برادر و عماش کلا طایفه‌شون مخالف این ازدواج بودن و خواهرم با برادر رعنا ازدواج نکرده بود، میگفتن این کار رعنا ما رو بی آبرو کرده، اگر هر جایی ببینیمشون جفتشون رو میکشیم. برای همینم جون دوتامون در خطر بود. تو محلمون یه پارک بود. به رعنا گفتم فعلا بیاد همونجا وایسته تا منم برسم. بالاخره پریشونو با یه دنیا استرس خودمو رسوندم تو همون پارک پیش رعنا. دستشو گرفتم و از اونجا هم فرار. یه گوشه با رعنا نشستیم و تو فکر بودیم که خدایا چه کار کنیم؟ خونه که نمیتونیم بریم، خونه خالم هم که نمیتونیم بریم، نه پول داریم نه جایی داریم، چه کار کنیم؟ تو همین فکرا با رعنا بودیم که پسر خالم احمد بهم زنگ داد و گفت کجایی؟ گفتم کجا باشم؟ با رعنا از خونه فرار کردیم و همین اطراف سرگردون میچرخیم. گفت آدرس بده میخوام برات یکم پول بیارم. آدرس دادم و احمد پسر خالم با خالم دوتاشون اومدن. یکم پول برام آورده بودن و احمد گفت باید هر چه سریعتر ایرانو ترک کنی و بری ترکیه.
که یک دفعه رعنا یادش از مدارکا اومد که شناسنامه و پاسمون رو موقع خارج شدن از خونه اسب عجله داشته و تحصیل بوده یادش رفته اصلا برداره. که البته اگر مدارکم می‌داشتیم بازم از اونجایی که تمام فامیلای رعنا تو نظام بودن و مشخصات من و رعنا رو همه جا داده بودن، فکر نمی‌کردم که ما میتونستیم از گمرک به طور قانونی رد بشیم و سمت ترکیه بیایم. برای همینم باید یه فکر دیگه می‌کردیم. موقعی که تو اون کارخونه آب معدنی کار می‌کردم یه سرکارگر داشت که اسمش خالد بود و کرد بود، بچه ماکو و خیلی هم بچه مردی بود، واقعا ازش خوشم میومد. اون بهم گفته بود که اگه کسی سراغ داری که مدارک نداره یا دنبالش هستن نمیتونه قانون از گمرک رد بشه، ماکو نقطه صفر مرزی آدم دارم که این کارا رو انجام بده. خودش هم هر از گاهی براشون مسافر میفرستاد. این شد که بهش زنگ زدم و گفتم من و همسرم باید خیلی سریع ایران رو به مقصد ترکیه ترک کنیم، میتونی ما رو کمک کنی یا نه؟ هماهنگ کرد و همونجا شب از میدان آزادی تهران که خودشون ماشین داشتن ما رو برداشتن و اومدیم شهر مرزی ماکو. یک چند روز خونه همون قاچاقبره که دوست خالد بود موندیم. بعد از چند روز ما رو همراه یک گروه مهاجرین پاکستانی و افغانستانی از پشت گمرک فرستادن تا خاک ترکیه. تو را خیلی سخت کشیدیم اما خدا رو شکر هر جوری بود رسیدیم به شهر مرزی ترکیه دوبایزید. از اونجا هم مستقیم اومدیم آنکارا، دفتر UN سازمان ملل که برای پناهندگان هست. مشکلاتمون رو گفتیم و اونا هم ما رو تو یکی از شهرهای ترکیه برای اقامت موقت فرستادن و الانم تقریبا 3 سال اینجا زندگی میکنیم و بعد از 8 ماه که ترکیه رسیدیم خدا بهمون یه فرشته داد، یه دختری خوشگل و توپل. درسته که از فک و فامیل دوریم و غریبیم اما دیگه حداقل استرس نداریم، خیالمون از عماهای رعنا دیگه راحته. البته قراره که چند ماه دیگه خدا بخواد ما رو از طریق سازمان ملل بفرستن استرالیا و دوباره من و رعنا و دخترم آهو یه زندگی جدید رو اونجا تجربه کنیم. اینم سرگذشت عجیب زندگی من و همسرم رعنا و دخترم آهو بود که براتون نوشتم و فرستادم. درسته بعد از این همه سختی، استرس، اضطراب، فرار، اما سرانجام من به عشقم رعنا رسیدم و بالاخره یه زندگی آرامش بخش رو تو یه کشور دیگه شروع کردیم.